سلام و درود بقدم یه ریاکت بریم. عکسشونم آجی ترک ها اومدم پشت سرم، نمیدونم اصلا کدومو ریاکت برم من. اینا الان یه هیپاپولوژیست با سینازا و چیز و کاگان دابل ترک دادن و خواستم اونو برم و اومدم آرتا دیدم این یکم و از این خوشم اومده، همشونو گوش کردم، گفتم ریاکت ها رو اول به این بریم، اون یکم دوتا ترک طولانی اون میمونه برای فردا. البته آره الان ریاکتشو میرم چون فردا حوصله ندارم ریاکتشو برم، فردا پخشش میکنم. آره به این صورت هستش. چه خبر؟ نه خبر. نگاه کن چه تمیز شدم آجی، نگاه کن. من رفته بودم سر کوچه نون بگیرم، صدا نمیاد، رفتم سر کوچه نون بگیرم، بعد آرایشگر محل تو خیابون منو دید، دستمو گرفت کشید داخل، گفت بیا باید تمیزت کنم. گفتم داداش من تازه همون بودم، حوصله ندارم دوباره برم همون، الان پل مو میشم. گفت نه فقط ریشاتو میزنم. بعد نگاه کن چقدر تمیزم کرده. یکی رو میخوام اینجوری حواسش به من باشه. نگاه خدا وکیلی راضیم از کارش، راضیم. بالا رو دیگه نذاشتم بزنه چون میگم حوصله حمام دوباره امروز رفتم حمام دیگه، بسم دیگه، الان پوستم میره. نگاه کن چی شده پوستم خدایی. آره الان از این آهنگا میذارن رو ویدیو، چی میگه؟ مهره مار داری تو بس دیگه اومدیم ریاکت بریم داداش، ولاگ که نیست که خب آره بریم به ترک. داشارتا ترک داده، گفتم اونو هیپاپولوژیست و بعدیشو میریم. فعلا آرتا رو میریم. ببخشید چقدر بیشورم، تو وسط ریاکت دارن چیز میگم. البته ریاکت شروع نشده، تکنیکلی هنوز ریاکت شروع نشده، بس من هنوز میتونم از این کارو بکنم. آره بعد آره اول ریاکت با چیز میریم. فقط نمیدونم چرا پرودیوسر نزده که کیه، نه پرودیوسر زده نه میکسر، هیچی نزده، فقط لینک های شنیداریشو گذاشته. نمیدونم حالا شاید توی کاور چیز باشه، توی کاور موزیک باشه. حالا میریم آره بریم که دیگه زیاد حرف نزنم، ریاکتمونو بریم. قبلش نصیحتتون میکنم. نصیحت چیه؟ ببینید دوستان، برخلاف تصور عموم این که میگن اوپن مایند باشید، نمیدونم گذشته پارتنر براتون مهمه، غلط کردن. گذشته پارتنرتون حتما براتون مهم باشه. اومدیم و اینم فیلمش تو توییتر در اومد، بالاخره کم نبوده کسایی که فرسام زدن. جمله سنگین بودین دیگه. آره دوستان حالا میخواید به من بگید عقب مونده، نمیدونم عقب افتاده، چی بهش میگن، اوپن مایند نیست طرف، نمیدونم از پشت کو، هر چی میخواین بگین. من گذشته پارتنر برام مهمه و آره مهمه. به هر حال گذشته چیزیه که به آینده متصله و یه روز گریبان گیرتون میشه، پس شما هم براتون مهم باشه. بریم که ریاکتو بریم که داشته باشیم. داشتم آرتا، اسمشم برن فیت پارسا کیه نمیدونم حقیقتا، ببخشید داش پارسا حقیقتا من نمیشناسم، میدونم که باید بشناسم ولی نمیشناسم. حالا ایشالا با آشنا میشم. بریم که داشته باشیم. بریم که ببینید بهتون گفته بودم که آیسی دیده. ببین بهتون گفتم که یه موزیک خوب از اولش مشخصه که خوبه یا نه، قشنگ از اولش مشخصه. خب خوب شروع شد. حالا ببین اونجور نبود که به نظرم میدونی مثلا اونجور حالات خیلی چیز خفنی نبود، ولی اینا میتونه یه موزیک خوبی باشه چون همون اول کار چیزا، صداهایی که انتخاب میشه برای موزیک میتونه بهتون بگه که چطوره. ولی خب این وسط یه استثناء از حقیقتش موزیکا تتلو. خب تتلو که همه موزیکاش اصلا خداست لامصب چی میخونه کی این آزاد میشه به قرآن. ولی خب میدونی تتلو اصلا کلا از موسیقی فرق میکنه، اون یه بعد دیگه است. میدونی اولش چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، وسطش موزیکش عوض میشه، یا پیانو میاره، ویولون میاره،
نمیدونم به ساکسیفون میاره، همه چی میاره، ویولنسل میاره، گیتار الکتریک، همه چی میاره. خب کلا موزیک رو عوض میکنه و اصلا نمیشه از اولش موزیکا تتلو رو تشخیص داد. 100 تا فلو عوض میکنه اینا، اون عجیب غریبه. ولی اکثر موزیکایی که میاد بقیه خواننده ها میخونن از اولش مشخصه که قرار خوب باشه یا نه. این میتونه موزیک خوب باشه، میدونی اولش برام من مثلا اونقدر چیزی ولی معلومه موزیک خوبیه. ببینید این زده پرودیوسرش پارسا، این پارسا فیت باش داده. آره دیگه. میکس مسترینگش هم دنی روزو میشناسم. بچه‌ها ویژوال و کاور آرت هم اماد بیارزدم فکر کنم، بچه جنوب اگه اشتباه نکنم، اونم میشناسمش. آره و آره بریم ببینیم بقیه‌اش. چه قشنگ شد. I still scream for you, know that would get hurt. No worries, long as it's what I deserve. But while I hurt you, don't think of me. چقدر قشنگه گفتم، موزیک قشنگیه. عکس تو دیدم باهاش و پرسیدم راجبش، خواستم بزنم بگمش ولی فهمیدم با این کار بیشتر میشی عاشقش. دخترم چقدر قشنگ، سگ درو آشار تا چی گفت. جنگیدم واسه عشق، عکس تو دیدم باهاش و پرسیدم راجبش، خواستم بزنم بگمش ولی فهمیدم با این کار بیشتر میشی عاشقش. آجی چرا یه اتفاقایی که برای آدم میفته همون موقع هم یه فیلم های مشابهش رو میبینی، هم موزیک های مشابهش رو میبینی. آخ چرا الان باید اینو بدی تو این موقعیت؟ راست میگه، حرفی برای گفتن. راست میگه. دخترم اما پیشم نی، تو چی این دردا میفهمی؟ هم بسته با این که نیستی، همین که حالت خوبه باشه تو عکس‌ها میخندی. شاید بعد تو این آدم ها منو نفهمن، کاش میشد ببینی ما همو از اول. میکردم 100 برابر کارایی که میشد واسط بکنم و نکردم. اگه این روزا حال من بده، فکر این منو میگاد که اون به دست زده. همین یه جمله حرف دل منو زد. یک بار دیگه اینجاشو گوش میدیم. اگه این روزا حال من بده، فکر این منو میگاد که اون به دست زده. حالا علکیه یا همدنه، یه رو میاد تو نمیزانم واسه برگشتن. Don't think of me, I'll make it through. Still think of you. Oh man, don't think of me. چقدر قشنگ. I'll bear for you. Don't think of me, I'll make it through. Still think of you. چقدر قشنگ گفتم از اولش مشخصه قرار یه چیز بهتر. اینو بلدم من، اینو بلدم. وایسا بزنمش. از این ریتم خیلی استفاده میکنه آرتا. بذار بزنم. نگاه کن اینو قشنگ. همیشه آرتا تو موزیک چیش بود؟ اونم مثل این چی بود؟ این بوده. آره البته فکر نکنم صداش اومد، خیلی صداش پایین بود، ولی امیدوارم شنیده باشین دیگه. آره خواستم بگم که منم بلدم، ولی عجب موزیک حقی داداش. چطور میدونستی من الان با این موزیک نیاز دارم؟ چرا مگه من با تو حرفی زدم؟ مگه من به تو چیزی گفتم؟ از کجا فهمیدی که اینا رو باید بگی؟ چرا بعضی از موزیکا اینجورن؟
انگار کل داستان زندگی تو براش تعریف کردی. تو از کجا میدونستی آخه ها؟ عجیب بود. حالا باور کن میریم اونجا به هیپاپولوژیست هم مثلا از اون ور ترک داده، اون چی میگه؟ میگه که امروز میخواستی سوپ بخوری ولی چون گازو زیاد کرده بودی سوخت. مثلا داره قشنگ امروز داستان امروز من خواستم سوپ بخورم از زیرش گازو زیاد کرده بودم یادم رفت سوخت. خب الان دقیقاً هیپاپولوژیست میاد اینو میگه. نه باور کن دیگه، کار داره داستان زندگیمونو میگن دیگه اینا. این آرت اولیشو گفت، الان اونم باید اونو بگه دیگه طبیعتاً. نمیدونم اینا خواننده از کجا میفهمن. امیدوارم همین دیگه. حالا زیاد طولانیش نکنم، حرف نزنیم. دمت گرم، خیلی عالی بود. داشار تا ترکوندی پارسا، خیلی بیتت عالی بود. حال کردم، عشق کردم. آره امیدوارم حال کرده باشید دوستان. لایک و سابسکرایب. See you later.